بچه‌ها نمیدونم بدونین یا نه، ولی من برای که به دانشگاه برسم باید حدود 2 ساعت توی راه باشم. هیچ وقت به کلاسای ساعت 9 هم میشه گفت تقریبا نمیرسم یا همیشه دیر میرسم. ولی امروز واقعا تمام تلاشمو کردم که زود برسم، ولی مسئله اینه که 15 دقیقه دیر کردم. و بعدش این بود که ما اول صبح آزمایشگاه داشتیم، آزمایشگاه آناتومی داشتیم و استاد خیلی گیر بود و میخوام بهتون امروز بگم که چه داستانهایی برام اتفاق افتاد. برای همون یه رو دیر کردم. اصلا من نمیفهمم چرا استادا همیشه دست میزنن رو رگ غیرت ما دانشجوی پزشکی بدبخت. همیشه هم دیالوگشون اینه: شمایی که برای کلاس دیر میکنین و مسئولیت پذیر نیستین، چطوری میخواین مسئولیت جون آدما رو قبول کنید؟ در کنار اون آدما چجوری جونشون رو دستتون امانت بذارن؟ ای خدا، الان مقصرین که مثل تو استاد ماشین ندارم و با هم نقل عمومی همیشه میام کلاست منم. وای بچه‌ها، راستی به خودم قول دادم با اولین درآمد از یوتیوب یه هدفون برای خودم بگیرم. باور کنید این هدفونم کار میکنه. توی این ویدیو قول نشونتون بدم. راستی این که از یه موضوعی میبرم روی موضوع دیگه به خاطر اینه که من به شدت پرش ذهنی دارم. اونم ان شاءالله درست میشه. 22 سال اینجوری زندگی کردم، با مگه چی میشه؟ دغدغه‌های دیگه از ما دانشجوی پزشکی، بیشتر دخترها، رسیدگی به خودمونه. من خیلی دغدغه اینو داشتم که برای اینکه خورده به خودم برسم، حالا یه روژ بزنم، حالا کرم که اصلا هیچی، کرم که خیلی وقتمو میگیره، ولی مثلا یه خط چشم بکشم. بعد خط چشم کشیدن اول صبح ساعت 6:05 خیلی خوب در نمیاد. من گفتم که خب برم موژه بکارم. بعد راستش بخوای خب به اون صورت درآمدی هم ندارم که هر موقع بخوام برم تعیینش کنم. بعدم گفتم که خب خودم میچسبم و نتیجهش خوب شد، به غیر از این لعنتی که نمیدونم باش چیکار بکنم. اگه شما تجربه تون زمینه دارین خوشم میشم توی کامنت ها بهم بگید. در کل دوستش دارم، دانشجوی پزشک بودن رو دوست دارم و جدیداً روی این باورم که فقط پاس نکنم، در کنارش این مسیر رو یاد بگیرم تا بتونم خدمت بکنم. خب راستشو بخواین این بچهای پزشکی واقعا خیلی باید درس بخونن و دم تک تکشون گرم. ولی توی این مسیر سخت اوج حال خوب من زمانی که از دانشگاه میام خونه و 1 ساعت رو صرف نگین میکنم. یه غذای خیلی خوب میخورم. ای وای من، برای فردا نهار چی درست کنم؟ و در آخر باید بگم امیدوارم فردایی که در پیش دارین به طوری اتفاقات خوبی براتون بیفته که صدای خندتون باعث ساخت امواج دریا بشه. الهی که به قدری دوپامین خونتون زیاد باشه که تو این اوضاع پرتنش لحظه احساس خوشبختی کنین. راستی من نگینم و تا الان فهمیدی تو استانبول دانشجوی پزشکی ام. تا ولگ بعدی عشقتون پاک.